و تمام ارواح‌هایی که در این قبرستان بزرگوار حضرت قبلگاهشان محمد سلیم عبدالسلام تعالی در این خانه تاریک لحد خدایا قرار گرفته، شخصیت های رو پرو میشه که روح اونها رو ندیده بود و حالت های رو پرو میشه که حالت در یادش نبود. پروردگار بسوری تبارک که شافی است و خلاص کننده از عذاب قبر براش رفیق گردان. پروردگار ایمان عمل های صالحش چراغی گورش کردن. پروردگار زبانش به گفتن سوال های منکر و نکیر که الان می آیند می پرسند که خدای تو کیست و دین تو چیست و پیغمبر تو کیست. خدای زبان همه کرد به گفتن این سوال ها رو جوابش گویا گردن. خدا همتان نگاه دارشم، خدا خدمت های کردگیتان در عجر سلامتان دارد. همه ما نمیخیل میبینیم برا بنابر اگر تا خاطرشان جمع شما این بچهش هم آمد بایشان ایناش منتر با 5-10 سال خدا هم رفتن گیری اکلا استاز کنه برای خانم کمپیر ها چندان باید بارو باید زنم